من در روزنامه‌ام درباره فجایع جنگ میخونم، اما یکی از جنایات رژیم علیه هموطنان من وقتی که داره همین الان علیه بشریت مرتکب جنایت میشه، آیا جهان کاری میکنه یا اینکه این قتل عام رو در سکوت تماشا میکنه؟ مردم منتظر پاسخ هستند. جان مردم به این قضیه بستگی داره. حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، همین الان 20 زندانی سیاسی به اعدام محکوم شدن و منتظر اعدامن. آیا شما اینها رو میدونید؟ میشناسید؟ آیا تحقیق خواهید کرد درباره این محاکمه‌های نمایشی و فرمایشی برای اونها؟ اینها معترضان اعتراضهای 8 و 9 ژانویه هستند. این 20 نفر و میلیون ها نفر منتظرن که ببینن آیا دل شما به اندازه کافی برای جان اونها میسوزه که کاری در این باره بکنید؟ آیا کاری خواهید کرد؟